اول از سر یاوی بخوام گرفت و را جانای بیا 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 بس بیا 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 صبر وک صبر وکړه صبر وکړه اگه بیاید تصویر از دیزه هم داشته باشید دوستای عزیز موتر بخیر شسته شد دیگه بریم باز در پالی خیمه و نان آماده کنیم بخیر دوستا سر کتلی سر یو دم گرفت و مای اول از کاکرگی بخوام گرفت و مای را جانای. سلام، در این ویدیو قرار است که شما را ببریم به یکی از دره‌های زیبای ولایت غزنی ولسوالی جغتو دره تورگان زیبا. بیننده ویدیو باشید. دوستای عزیز بخیر، میریم سمت دره زیبای تورگان یا تورگان. بیننده برنامه باشیم. دوستای عزیز بخیر، رسیدیم در آغاز دره تورگان. تقریبا در طرف راست ساحه سیلبرده هستیم، فکر کنم این ساحه میشه و بخیر دیگه آغاز دره تورگان است. منتظر این برنامه باشین، این ویدیو رو ببینین دوستای عزیز. بسیار یک دره زیبا دوستای عزیز. اگر ویدیو رو عزیز هم داشته باشیم، همونطور قریجات است و این دره ادامه داره. بسیار یک دره زیباست دوستای عزیز. دوستای عزیز کاکوتی کوهی. دوستای عزیز بسیار یک گیاه خوب است، میگن کاکوتی. ببینین ماشاءالله سرسبزی را. دوستای هم پل شاه مردان. دوستای عزیز حال قرار است بریم به دیدن شاه حسین، یکی از آدمایی که روزی از روزگار غزل میگفت یا به لهجه عامیانه بگیم بولبی میگفت، که دره تورگان و ککرک این شخص میشناسن. دوستا دیگه خدا کنه که باشه، ببینیمش، همراه خود ببریم چکر امروز. خدا کنه که باشه اینجا. دیگه چطوری کاکا شاه حسین؟ خوبه بالا جان مان تجاره بخیره؟ ما دیروز هم دادم
نشد. در کجا مادری؟ غزنی. غزنی بوده؟ آره. هیچ. جوال مورم نمیگیری نه؟ سریا رسیده میتونی یا نه مندن چی آقا؟ تو مندن جان جور بخیر بودی خیره. جان من جور بخیر بیاری تا سریا و ایت رافته میتونی؟ آره. با این میت از 20 میلی چی وقت خواه رسیدی سریا؟ شو مرسی بخیر های های کاکای شوزنگ دیروز غزنی مادری؟ دیروز غزنی بودی؟ آره دیروز غزنی بودم نه تو چرا رفتم؟ گل کو گفتم مدیر صاحب شوزنگ کاکای شوزنگ قربان شما بگولواست که نالوامون جودا و نبنداست که نالامون دمگاری مرشی اموجا که ساری دالا و نبنداست و سرسری گرامی گردم پس مولای برخورامی گردم مولا را کشکینی دگاری برشی بیا کی ما تو یک روزه بشی او کادور آتشی بکم گرفته کادور آتشی مردم گرفته او نظر تلخه گس گندم گرفته نظر تلخه گس گندم گرفته دستاری بان تو شیرینی دستارا چاو تو شیرینی های گوشتی بارا تو شیرینی پسی قلا تو شیرینی خیر ببینی جان جان بیا که بودیم دری اساره شیرین مکی دل دادیم بخش ستاره شیرین شیرین جان جان بیا که بیرویم دری اساره شیرین مکی دل دادیم بخش ستاره شیرین 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 نای صدای شیرین تو خود رسیده بین خانه شیرین جانم شیرین جان ذاکر جان شیرین لبی تا خرمانه داره شیرین قلم میشیدی تا میرزانه دوستان عزیز بخیر رسیدیم دیگه یک جای بسیار سرخط در ویدیو میبینیم اول باشه مکالمه رو تنظیم کنیم چی میگه امان باشی که دادی پای کوچه شیرین از ملا پرسیدم گناه نداره شیرین دوستان عزیز ظرفا رو بوشیم بخیر
که دینمی گل بسیار خوب پاک میکنه. مایع ظرفشویی هم هست ولی کریزی مدیر سیب گفت خیلی پاک میکنه، واقعا هم رقم بود. یعنی از مایع ظرفشویی کردم. شاید دوستایی که ویدیو رو میبینن تجربه کرده باشن. امرای گل بسیار خوب پاک میشه. خب امی دیگرم بگیر مدیر سیب. نه اینی دیگری کشتن کن اینجا. از مایع ظرفشویی کردم دوستا خوب پاک میکنه. دیگه اول ظروف بخیر باشیم و کم کم بخیر به خاطر دیگ آماده میشیم. و این چای جوش هم دیگه اینطور سیاه شده از بس که سر آتش مانده شده. چای کردیم بسیار زیاد سیاه شده بید. اگه بیاید تصویر از نزدیک هم داشته باشیم مدیر صاحب بسیار خوب پاک میکنه این گل. دوستای عزیز بخیر بریم که می موتر یک شستشوی بیتیم که از بس دول سوالیا گشتیم دیگه بسیار پاک شده. اینجا جای است به خاطر شستن موتر. هم تو ریورس بیاد این دیسته بگیم دیستیم دیستی راستی دار بیام سافت خوبه. دوستای عزیز موتر بخیر شسته شد دیگه. بریم باز در پالی خیمه و نان آماده کنیم بخیر دوستا. دوستای عزیز بخیر یک روش آماده کنیم دیگه. مدیر سیب ما گفتم خودیم پخته کنیم گرچه مدیر سیب تجربه داره دیگه ولی از خودیم دفعه اول است دیگه. اگه ویدیو رو از نزدیک داشته باشیم دوستایی رو ببینیم چی داریم اینجا دیگه. کچالو است که کمی زیاد هم است فکر کنم. پیاز است و 5 غزم سیر دیگه. مرچ داریم اینجا و همچنان بادنجان رو می داریم گرچه باید گشنیزی خشک می بود دیگه ریزه شده که ما گشنیز تازه داریم اینجا. یک عدد لیمو داریم دیگه. زنجبیل و دلمه داریم و همچنان گوشت دیگه. دوستای عزیز بخیر یک روش افغانی آماده کنیم. خب اول کچالو رو بندازیم نصفش کنیم. بسیار بیام شود از کچالو بخیر. دفعه گوشت پرتیم. بسیار خوب. بیار گوشت نزدیک. دانه دانه پرتیم. ای دفعه انداختی. کچالو رو ساعت گیر کو. کچالو بیتر. ایران بخیری هم از گوشتاش. بسیار دیزش. کمی زیره داریم دیگه. زنجبیل است پرت اون رو پرت صحیح است دیگه. لیمو هم داخل بندازیم. بانجان خیلی کم باشه اگر داد یا کلش میده کلش باشه پرتیم لوگدار یا باشه. کدی هست دو داخل است. داخل است کدی دو چاق دیام کفتار شما متک سلامت باش پرتو نه ایراد باشه بسازیم عوضی فقط میکنیم. خودش هم پرتو خیلی قشنگ خب خیر است مزه‌دار باش. ایرم جو چهار دانه جورش کن. یو خود در 40 دقیقه تا چی میشه؟ کلش ریزه میشه.
خب از این مرچ هم پرتم. مرچ زیاد نه مرچ بود کار نداره کس تلخ خورد تلخ باشه کسی که نخواست هیچ گپ نداره. خب سیرم بچینیم دوستان. یک تا سیر دم وسط کنم. خب مرچ هم پرتم و لیمون هم داشته باشیم دوستان. اگر خود لیمو رو بانیم باز مدرسیم کمی تلخ میاد. نه تلخ نماست هزار کس سرقیش خودم که تلخ باشه باز دیگه مزه داره. مگه پرتم مثل چیزی؟ نمکم پرتو. خوبی از نمک دیگه یک مسئله خاص به خاطر روش داریم دوستا. یه مرچ سیاسته این میگه بگه باز کنی و اینی هم که مسئله به خاطر روش است دوستا. اینو کم نمیدی؟ اما قدر بس به قدر ضرورت. دیگه ای هم یک مسئله است کارتان چی شد؟ چه چیزی؟ اینم اینجاست. یک درست بازش نکردم. خب باز نه کم دیدم پا اون دیگه اوستا چجایی من ما باید از چجایی پرسان کنم که آخرش دیگه دانی ما نشم. بس بس زیاد نشود. خب یا مزی کارتان چی بیار اوستا چجایی؟ کارتان دیگه چی بیار؟ پرتو روغن. روغنم پرتو دوستای عزیز دیگه باش ببینیم که چی رقمه. شاید بعض جای اشتباه شده باشه یا درست آمده نمیفهم. بس بیخی بس سرت نه دیگه شور ندی دیگه شور ندی که سرپوشم بیار دوستان. بیار بخیر بیار اینجا بان سرپوش اشکلاف ازی کجاست؟ بیا فضا را یک بار باز برای دوستان نشان میدیم ببینیم که چقدر یک فضای عالی است دوستان. دوستان دیگه تا که چشم میبینه و چشم یاری میکنه صدقی است دوستان. بسیار یک جای عالی فضای عالی است. دیگه ما بخیر منتظر میشیم تا که نان آماده شود. پرت من ترسیدم بودم دور نره. خدای دنبور تو را گریب تو مای دگوشت مادر را دیده گوله را جنای دگوشت ما مادر شیرین گولای دگوشت ما مادر شیرین گولای جونای ما قربانی سری در همه سوبای سادای تو مشتا دم سوبای زارا جونای سادای تو مشنا مزدارونی زیگای میسالی خام چایی گلتا زمه شما زارا جونای اگر بادی شبا پیدا نمه شدای تو رازی پیر دوخی گلوا نمه کدا زارا جونای شمالا
از بار نده ای به قدم های که کیمیا جهان تیری سولت قدم زارا جونای ای کار بابا دوای که کیمیا جهان تیری ای کار بابا دوای زارا جونای دو چشمانش قابی ترازوهای دو چشمانش قابی ترازوهای انا خیر ببینید زنده باشی کاکای شوسن و خیر باشی بگو سر کتا لیترگو دم گیری تو مای اول از سر یاوی بخوام گریفت تو مازارا جونای او زیارت دای ای درای وازارا جونای ای زیارت به درای زارا جونای گوی مونای آردوشی هم دوای آردوشی هم دوای خیر ببینید به وقتاج میگی؟ آره نه اینجا نمیگی خود دیگه وقت میگفت دیگه وقت میگفتی پس بوتا که ما رفتین میشه دادش یک رازکی بوتا مزده میشه یک دکو یک وقفه که میگرفتی ها؟ یک پنجه خوب سر میگرفتی از سابق در ککرک ترگان کی خوب غزل میگفت یا می بلبی میکرد مثلا آره کی هم بود؟ میگیم گفت تو نه از تو خوب ماشاءالله خیلی عالی بود حال مالی صدای در سابق دیگه کی غزل میگفت سیدی دایو اون دیگه که عبدالناله بیچاره خدا ببخشه شروع زد دیگه سیدکو سیدکی موقع آره خدا رحمت از دورگه که فهمدنم شد والا تو چی رقم یاد گرفتی؟ مهم یاد گرفتم همونطوری یاد گرفتی که در محفلا بوده در مرسی ها آره گرد بوده؟ آره چشمانی سیاه و رو داری وای شنیدم با رقیدم تا رو داری وای را جانای خم قربان شو من اخرای خمای چوره لکی دادم گو شهید با مای اشارت کو که دم پشت بیایو مای آنر بازی که دم پشت بیایو مای زارا جانای و درختی بدی کلوسای داره وای دوتا بلبل بیان شیخا نداره وزرا جانای بعد گفتم که بلبل را بگیرو مای که بلبل نالای ستا نداره وزرا جانای و سر کتلی سر یو دم گرفت مای اول از ککرگی بخم گرفت مای وزرا جانای و سر کتلی سر یو دم موجا شوای ایکی یو دچای جاشی سیاه موجا شوای زارا جانای ای خیلی بینی کاکای شمسن
آه دیگه زندگی که تیر میشه چی وقتایی بود غزل گفتن بود دیگه بود حال دیگه ککک شد رفتن نتونی نه؟ یاده حال نه والا ترس بخور میگی گرگ کتر گیر نکنه یک سرک آوار خون آره حالا ماشاءالله جوانی هنوز موضوع افتی رقم غزل گفتن بود دیگه بود نه؟ دستوی دست توفیلی کلن غزل بودن؟ دایی دیدم بود اگه؟ میلا بود دبین دوستا بینی دوستک ها؟ بینی دوستک کدام منطقه ککرک میشن؟ اون منجا که پشتی گنبد نوی خب پشت گنبد ها؟ کماندانی بود همونجا دشت کلان کسته آره دمونجا سودا مودا میور سودا گروه اوقو عذرا خب برادر شیخای بازی بود پیسه بازی بود ساتری بودن؟ آره کسی که پیسه همون بود ها یه باش پوش چرم اغزو کشمش ناخون در خیلی میخریدن خب اون یک کسا میلا میشد سودا گروه یه باش پور پیسه میشد حال بینگرنی نمیلا اینا لمیلا و چیزا کم خانه بخشک بود و دهید خانه بخشک بود دیگه بود نه؟ آره حالی نه بابا گفتیم ماشان که حالی مردم دار خودر من داشتم و بچه خانه بخشک چند نفر او چی رقم خانه بخشک میشد مثلا؟ کلگی جمع میشد یک جا باز تقسیم؟ در مجلس جمع شد خب این حال ما استر ده خانه ریم کرد آفرین یا 2 نفر یا 3 نفر تقسیم میشه دیگه آره پسان که یک کم تو مومن یا یک نفر یا 2 نفر ریم کرد ما استر بره بخیر مراتی نان مخوره شب باز شوروا بود دیگه آره شورا بود یا قرطی بود دیگه خود یعنی تو خوردنیا بود ها؟ آره صحیح خانه بخشک ها؟ آره خانه بخشک شاش نیم قلم کرد شاوش نیم قلم کرد خب یعنی 3 روز عید بود دیگه یا نه؟ آره 3 روز و شبش دیگه آره خانه بخشک آره دیگه خیگن جنگی بود و چیز بود در روسیه باز چی رقم بود؟ در روسیا برادر که بسراق گفتم کردن نه ها بسراق کدوم شد بس که چا ما تو کلگی مرا بسراق مخورد یک چیز مخورد صحیح باز غزل هم بود دیگه آره خاطنو غزلم بود بسراق هم گفتم کرده مخوردن برادر از مردان چی رقم غزل؟ باز خاطنو رفتاشتم نان میداد تفشی میکرد تپشی بود وقت نه؟ آره تپشی تو دیگای کلان بود دیگه آره دوغ گرم میکرد دوغ گرم میکرد دوغ گرم میکرد داخل نان این چیز نان کفته مینداخت پتر متر شکل کفتم کرد و تفشی گرم کرد دیب تاقار آفرین زیده خوردن رایی بودن امزو چند دانه بود دیگه کلگی سر نوبت اونو منجا میشیش دیگه هر کسی که سر میگه پس میشیش نه؟ آره اینال ما وستو سر کده بالمو شده دیگه جا گوش دیگه نفر میمونه آره آنو یک دفعه دیگه یا تو مانده که تپشی گفتی چی انداخته بودن؟ نمک انداخته بود او دخانه آجی مامود این چیزه بس کجا گفت شوسین خوب شور کنی مام نال بکیر چپا کدم یک نانو تر کدم رو خوردم او پسان شروعش من داد مازن ماما از وضو دید که شوره وضوید نکن هم شروع خراب نین نالی رو دبین شروع دیگه اندازی او خراب نشروع آفرین دیگه گفتن شوسای او رقم نکن چیزه ماما نال بکی بس کلگیش چپا کردی؟ آره یعنی شار بدی بیا چی بس رقم میگفت شب زنگ
بیا 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 صبر وک. صبر وکړه صبر وکړه. در پیشروی قریه قلعه حاجی قرار داریم و امی خانه ها را اگر در تصویر میبینین قریه قلعه حاجی میگن. دیگه اون طرف هم نوده است فکر کنم اگر اشتباه نکنم دوستا. یک ساحه بسیار بسیار سرسبز چمنزار است دوستا. هر چقدر تا که چشم یاری میکنه چمنزار است. از این طرف هم که او میه دوستا عزیز یک ساحه بسیار با آب و هوای عالی است دوستا. دیگه ما هم نان را به خیر آماده کردیم منتظر هستیم که پخته شود. کجا میرین مدیر صاحب؟ او میارین بسیار